سخنگوی دهقان چه گوید نخست که تاجی بزرگی بگیتی کی جوست؟ اولین مردی که در دنیا هست میگوید این کیومرث است. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان. همان روز کیومرث بر تخت نشست آن روزی نوروز بود. سری تخت و بختش برآمد ز کوه، پلنگی نپوشید خود با گروه. کسی از پوست پلنگ لباس داشت که او پلنگ را مغلوب کرده است. از آن پس به کینی سیامک شتافت، شب و روز آرام و خفتن نیافت. سیامک پسری داشت نامش هوشنگ. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستوه. بین دیوان و آدمان میگه جنگی سخته سر زد. بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد بر دیوی نستوه تنگ. شانده سیامک را هوشنگ میکشد، سری را از سن جدا میکند و کینی پدرش را میستاند و از همینجا سر میشود پادشاهی هوشنگ.